سلام علیکم عزیزان دین. یک شبکه به شما توصیه میدهم که خیلی شبکه خوب میباشد. به شبکه یوتیوب داخل میشویم و پویست مینویسیم با زبان تاجیکی اوستا امید. وقتی که نوشتیم پویست میکنیم یک کامنت شده این شبکه اوستا امید میدوید. بعدا داخل میشویم و پادپیسیاسیون میکنیم. بعدا از آن دین در این شبکه خیلی ویدیوهای خوب است، مثال در دوای استانوفکا کردن انتنا یا اینکه ماشین ساز کردن یا اینکه تلفن ساز کردن. خیلی ویدیوهای خوب می باشد. داخل شده پادپیسیاسیون کنید و خیلی ویدیوهای خوب است. و یا اینکه شما می توانید از سلکه اپیسن این ویدیو یا اینکه از سلکه کامنت یا داخل شده ابونه شوید. نه همین تا عمیق بگو. عمیق خیلی نیست نه. نینی تا نشونشتی انا فهمید. انا نشونشتی فهمید. چند سوم اینجا؟ همینجا اگر 10 سومه باشه کو از 10 سومه باشه ممکن یک لینچه اور بشود. لینچه اور بخوام چند سومه اینه؟ اینجا نمیدونم نکی این اینجا انا شوی صبح کو. انا شوی صبح کو. سیتاش همون 10 سومه 20 سومه شود. آخه 50 سومه شود. 50 سومه شود اگر هر سه شای صبح کو. یا تایگامونه 14 سوم شد. 14 سوم. سیتاش 15 میشه. یا تایگاش مونه 14. اپی سپکیری باجان از بالای کی شکایت کردن میخواهید؟ از بالای شوهرم. از بالای شوهرتون؟ چی؟ شوهرتون شما رو میزنن می؟ نه. یا که بدمستی کرده در خانه جنجال میبردارن؟ نه. یا که زنی دویم دارن می؟ نه خیلی نه. پس برای چی از بالای شوهرتون شما شکایت کردن میخواهید؟ و کس من دویم گربچه‌ام موشونه کام میگوین. خیر نست کو. اون که با شما مهربانی میکردین او گربچه کم گوین این یک نوازش کو. باری اول میشنم که از بالای نوازش شوهرم شکایت کنند. این مورد دیگه نوازش. این بلازن دیگه مهربانیه. این زنی من گربچه چهار پاچه کشکی راست میافتد گفته. دویم من ادوی ماشونه میپرداید. Oh my god. Puhtun garminda. Что? Puhtun garminda. Ona tamugam. Tekih kıdı. Tamugam.